14 شهریور 1401 وقتی خبر مرگ دلخراش شیلر رسولی زن 36 ساله توی مریوان پیچید، همه رو شوکه کرد. خبری که خیلی زود به یکی از پربازدیدترین اخبار حوادث تبدیل شد. خیلی ها فکر می‌کردن که شیلر به خاطر ترس و وحشت و اینکه نمی‌خواسته خودش رو تسلیم کنه از پنجره پایین انداخته و به این شکل جون خودش رو از دست داده. اما بعد از تحقیقات بیشتر حقیقت تلخ‌تری بیرون اومد. مشخص شد که مرگ شیلر تصادفی نبوده، بلکه این همسایه شیطان صفت یعنی گوران قادری خودش عامل مرگ شیلر بوده. برای فهمیدن جزئیات بیشتر از این پرونده دردناک با من در کانال شوک همراه باشید. سلام شهیدی شوهر شیلر چند ماهی بود که برای کار به عراق رفته بود. این مسئله باعث شد که شیلر با دو بچه‌هاش یعنی پسر 11 ساله و 17 سالش تنها بمونه و این قضیه رو همه توی محل میدونستن. چند شب قبل از حادثه شیلر متوجه میشه که حال همسر گوران یعنی همسایه‌شون بد شده. به اونجا میره تا کمکش کنه. شاید همون شب فکرهای شوم توی ذهن گوران شکل گرفته بوده. اما شب حادثه گوران ساعت 1 بامداد میره دم خونه شیلر و میگه که همسرش دوباره حالش بد شده. با خواهش و التماس میگه که کمکش کنه. شیلر که این مرد رو به خوبی میشناخته و میدونسته که آدم شروریه به حرفاش شک میکنه و قبول نمیکنه. میگه که بچه‌هام خوابن و نمیتونم تنهاشون بذارم. اما وقتی میبینه که گوران چطور دست و پاشو گم کرده و نگران همسرشه، دلش به رحم میاد. بچه‌ها رو از خواب بیدار میکنه تا با هم به خونه گوران برن. اما همین که به کوچه میرسن، گوران اسلحه‌ای رو از زیر کتش بیرون میاره و با تهدید شیلر رو به زور به داخل خونه میبره. شیلر که تمام فکرش کمک کردن به همسر گوران بوده، میفهمه که هیچ چیز اونطور که فکر میکرده نبوده و خبری از همسر گوران نیست و تنها کسی که تو اون لحظه خونه است خود گورانه که نیت شومی توی سرش داره. تو همون حال بچه‌ها که شاهد این بودن که مادرشون به زور گوران وارد خونه میشه وحشت زده میشن. فریاد میزنن و از ترس گریه میکنن. صدای فریادهای اونا به گوش همسایه ها میرسه و همه متوجه میشن که یه اتفاق بدی داره میفته. همه توی محل میدونستن که گوران آدم خطرناکیه. از گذشتهش که پر از شرارت بود حرف میزدن. حتی میگفتن چند بار با اسلحه برای تهدید و دعوا وارد محل شده. همه میدونستن که تو جیبش همیشه یه شوکر و اسپری فلفل داره. برای همین همسایه‌ها جرأت نمی‌کردن که قدمی بردارن و وارد خونه گوران بشن. دقایقی بعد صدای فریادهای شیلر کوچه رو پر میکنه. اون زجه میزد و کمک میخواست. خودش رو به پنجره خونه گوران میرسونه و از همسایه‌ها میخواد که کمکش کنن. اما یهو شیلر در مقابل چشمان فرزندانش از پنجره سقوط میکنه. صدای برخورد بدنش با زمین همه چیز رو به سکوت وحشتناکی میکشونه. شیلر با گوران درگیر شده بود و برای نجات از تعرض خودش رو به پنجره رسونده بود. همسایه‌ها با اورژانس و پلیس تماس میگیرن. وقتی شیلر رو به بیمارستان میبرن، متاسفانه به دلیل جراحات زیاد و شکستگی جون خودش رو از دست میده. تمام این اتفاقات جلوی چشمان دو فرزندش افتاده بود که توی شوک بودن. در پی این حادثه دلخراش شایعات مختلفی در بین اهالی محل پخش شد. برخی از مردم معتقد بودند که این حادثه در حقیقت نوعی خودکشی از طرف شیلر بوده، به این معنی که اون برای جلوگیری از تعرض گوران خودش رو از پنجره پایین انداخته. اما 3 نفر از همسایه‌ها نظر متفاوتی داشتن. اونها میگفتن که تو جریان درگیری شدید میان شیلر و گوران لحظه‌ای دیده بودن که گوران شیلر رو به سمت پنجره هل داده بوده و شیلر از پنجره به بیرون پرت شده. اما کسی نمیدونست که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. گوران بعد از اون اتفاق فرار میکنه. چند روز بعد از خاکسپاری شیلر، پلیس مخفیگاه اونو شناسایی میکنه و عملیات دستگیری شروع میشه. اما گوران که دیگه هیچ چیزی برای از دست دادن نداشته، در اقدامی وحشیانه تصمیم میگیره 2 از زنای همسایه رو به گروگان بگیره. حتی یکی از اونها رو با اسلحه‌ای که داشته زخمی میکنه تا خودش رو از دست ماموران نجات بده.
در نهایت تمامی این اقداماتش بی‌ثمر میمونه و با وجود تمام تلاش‌ها برای فرار، گوران توسط ماموران دستگیر میشه. سلام شهیدی همسر شیلر میگه که من و برادر همسرم برای کار به عراق رفته بودیم تا خرج زندگیمون رو تامین کنیم. صبح همون روز که از ماجرا باخبر شدم دنیا رو سرم خراب شد. اون تو ادامه حرفاش میگه ما اهل روستای سروآباد هستیم اما مریوان زندگی میکنیم. گوران همسایه روبروی ماست که اراذلوباشو سابقه داره. اون و همسرش تو خونه‌ای 3 طبقه زندگی میکردن که شب حادثه حوالی ساعت 1:30 بامداد گوران به در خونمون میاد. به همسرم میگه که زن باردارش حالش بده و در حال مرگه و از اون میخواد کمکش کنه که اونو به بیمارستان برسونن. همسرم همیشه به همسایه‌ها کمک میکرد. دلش نمیخواست کسی در درد و رنج باشه، اما این تنها بهانه‌ای برای گوران بود که نقشه شومش رو عملی کنه. درخواست من نه تنها به نمایندگی از خانواده‌ام بلکه به نمایندگی از تمام مردم کردستان اینه که این مرد باید به اعدام محکوم بشه. فشارها و واکنش‌های شدید افکار عمومی باعث شد تا تحقیقات پرونده سرعت بگیره و دادگاه محاکمه گوران به سرعت برگزار بشه. تو جلسه دادگاه گوران در دفاع از خودش ادعا کرد که شب حادثه تحت تاثیر مشروبات الکلی بوده، ولی هیچ دخالتی تو افتادن شیلر از پنجره نداشته. اما این دفاعیات رو برادر شیلر رد میکنه و میگه اگه مست بود و چیزی به یاد نمیاره چطور میتونه ادعا کنه که شیلر رو هول نداده. گوران سعی میکرد با گریه خودش رو مظلوم نشون بده و اوضاع رو تحت کنترل خودش در بیاره. 3 نفر از شاهدها در دادگاه حاضر شدن و با قسم خوردن و دست گذاشتن روی قرآن اعلام کردند که خودشون شاهد بودن که گوران شیلر رو به بیرون از پنجره هول داده. اما نکته عجیب اینجا بود که قاضی بعد از شنیدن حرفهای شاهدها اعلام کرد که نمیتونه گفته‌های اونها رو بپذیره. دلیلش هم این بود که شاهدها حرفهای ضد و نقیض میزدن و قاضی تنها گوران رو به دلیل گروگانگیری و شلیک تیر محکوم کرد. اما اتهام قتل و تعرض از اون برداشته شد. این حکم که ناعادلانه و غیر منصفانه بود، اعتراضات گسترده‌ای رو در پی داشت. خانواده شیلر به این حکم اعتراض کردند و پرونده دوباره به جریان افتاد. در دادگاه دوم شاهدها دوباره حضور پیدا کردند و شهادت دادن و گفتن که وقتی شیلر خودش رو به پنجره رسونده فریاد کشیده و کمک خواسته. دیدن و شنیدن که گوران اونو هل داده و گفته برو به جهنم. در نهایت بعد از بررسی‌های جدید و اعتراف کردن گوران، دادگاه نهایی اونو به جرم ارتکاب قتل محکوم میکنه. علاوه بر این به خاطر گروگانگیری به چند سال حبس هم محکوم میشه. گفته میشه که گوران با کمک برخی از دوستانش در بیرون از زندان سعی در تهدید و ترسوندن خانواده شیلر داشته. حتی به سنگ مزار شیلر هم رحم نکردن و اون رو به عنوان یه راهی برای اذیت کردن خانواده شیلر قرار دادن تا اونها از شکایت خودشون صرف نظر کنن و درخواست قصاص رو پس بگیرن. مرسی از اینکه تا آخر این پرونده همراه ما بودین. ممنون میشیم نظراتتون رو زیر همین ویدیو با ما و بقیه دوستان به اشتراک بذارید.